مقامات ناحیه امام صاحبی هممرز با ناحیه‌های فرخار و پنج در افغانستان گفتند گروه 200 نفره جنگجویان خارجی در نزدیکی سرحد تاجیکستان پناه بردند و موجودیت این گروه تهدید جدی به امنیت در تاجیکستان است. امان الدین قریشی رئیس ناحیه امام صاحب در این باره روز 1 فوریه و بخش دری رادیو آزادی خبر داد و گفت در صورت محو نکردن این گروه ممکن است که جنگجویان خارجی به ثبات و امنیت در تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی خلل وارد کنند. ناحیه امام صاحب با 5 میلیون نفر اهالی طوری گفتیم با ناحیه فرخار و پنج مرزی تقریبا 70 کیلومتری دارد. درباره این موضوع صحبت داشتم با همکارم ژکفر احمدی از رادیوی افغانستانی آزاد. ژکفر، مقامات افغانستان اطلاع درباره حضور جنگجویان خارجی در مناطق هممرز با تاجیکستان را از کجا گرفتند؟ امان الدین قریشی ولسوال امام صاحب ولایت قندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که از طریق فعالیت‌های کشفی درباره حضور جنگجویان تاجیکستانی در مناطق سرحدی قندوز معلومات به دست آوردند. این تنها ولسوال امام صاحب نیست که به خاطر حضور شورشیان تاجیکستانی در خاک افغانستان ابراز نگرانی کرده. پیش از این اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم گفته بود که تروریستان از تاجیکستان به افغانستان می آیند و دست به فعالیت‌های تروریستی می زنند. آیا مقامات نام مشخصی از این تندروان تاجیک دارند؟ درباره خطر آنها به امنیت برای تاجیکستان چی می گویند؟ قریشی به خبرنگار ما در محل گفته که بیش از 40 جنگجوی تاجیکستانی در قندوز حضور دارند و این افراد تحت امر کسی به نام مصطفی تاجک فعالیت میکنند. نگرانی قریشی است که این افراد در انفجار و انتحار دست دارند و روحیه و توانایی جنگی شورشیان افغان را تقویت میکنند. این مقام ولسوالی امام صاحب قندوز میگه که جنگجویان تاجیکستانی در آن سوی دریای آمو در جنگل‌های تاجیکستان پناهگاه دارند و زمانی که نظامیان افغان عملیات را به هدف سرکوب اونا را اندازی میکنند از قندوز به پناهگاه‌های امن خود فرار میکنند. در گذشته مقامات تاجیکستان گفتند که مسئولان ناحیه امام صاحب درباره حضور جنگجویان خارجی مبالغه میکنند، اما خود مردم ناحیه چی میگویند؟ آیا حضور و حرکت این جنگجویان را دیدند؟ تعدادی از باشنده های محل هم حضور جنگجویان خارجی به خصوص تاجیکستانی ها در قندوز را تایید میکنند. خبرنگار ما در محل به نقل از فریدون یک باشنده محل یعنی امام صاحب میگه که جنگجویان تاجیکستانی با استفاده از سیم کارت های تاجیکستانی از ولسوالی امام صاحب با جوانان در تاجیکستان تماس برقرار میکنند. از اونا میخواهند تا به صفوفشان بپیوندند و فعالیت های تخریبی را انجام بدن. پیش از این هم خبرهای درباره حضور جنگجویان تاجیکستانی در افغانستان منتشر شده. وزیر داخلی تاجیکستان اخیراً از کشته شدن یک رهبر ارشد شورشیان تاجیکستانی در افغانستان خبر داد و گفت که امرالدین تبروف رهبر جماعت انصارالله تاجیکستان در جولای 2015 از سوی نیروهای امنیتی افغانستان کشته شده. تشکر. همکارم ژکفر احمدی از رادیو افغانستانی آزاد صحبت می‌کرد.